گریزگاهی ندارند، چگونه از مکانی نزدیک دستگیر می شوند؟ و مرگ را از یاد برده است. برای مرگ آماده باشید که اگر از آن فرار کنید شما را می‌یابد و اگر بر جای خود بمانید شما را می‌گیرد و اگر فراموشش کنید شما را از یاد نبرد و چون سایه‌ای تمام عمر در تعقیب شماست. همسایگانی هستیم که با یکدیگر انس نمی‌بینیم. همسایگانی هستیم که به دیدار یکدیگر نمی‌رویم. غایب شدگانی که کسی انتظار ما را نمی‌کشد. با اینکه در یک جا گرد آمدیم تنهاییم، رفیقان یکدیگریم و از هم دوریم. زمین ما را در خود گرفت و از گوشت بدنهای ما خورد و از خون ما نوشید. پس در شکاف گورها بی جان و بدون حرکت پنهان مانده ایم و زمین ما را در خود در یک جا گرد آمدیم تنهاییم. گوشت غایب شدگانی که کسی انتظار ما را نمی‌کشد. رفیقان یکدیگریم و از هم دوریم. چرا کسی به حرف من گوش نمیده؟ صبر کنید بابا، من زنده‌ام، من زنده‌ام. منو کجا میبرید؟ صبر کنید، با شما صبر کنید. من زنده‌ام. اونجا که جای مرده هاست، چرا من اونجا میبرن؟ چرا یکم یواش خدایی چه خبره؟ چرا اینا با من اینجوری میکنن؟ صدای گلو زنجیر خیلی عجیبه. آجاسه 20 سال پیش فوت کرده بود. بهتره یه نگاهی تو قبرش بندازم. یعنی هنوز
کجاست؟ این قبر از آغاز چند روز پیش دفنش کردیم. شکمش پاره شده، رودهاش ریخته بیرون، از گوشاش کر بیرون میزنه. یعنی بدن منم چند روز دیگه؟ چرا در دنیا این چیزا رو ندیده بودم و به اون فکر نکرده بودم؟ مردم ببینید چگونه بدن آیداس پرونده پوسیده شده. ببینید چطور حشرات گوشاشون رو خورده. ببینید که چشماشون به جای سرمه پر از خاک گردیده. ببینید زبونهایی که با سرعت و فصاحت سخن میگفتن چطور پاره پاره شدن. ببینید چطور تسلیم شدن. نه دستی برای دفاع دارن، نه قلبی برای زاری. ببینید، نه نمیبینید، همونطور که من نمیدیدم. یاد مرگ از دلهای شما رفته و آرزوهای فریبنده جای آن را گرفته است، همونطور که من و همسال من این گونه بودیم. ای خدا، چقدر زود دنیای من تموم شد. انگار یه روز بود و گذشت. ارحم فی هذه دنیا غربتی، به من رگو من غریبم فی یکم یواشتر، آرومتر منو بذارین زمین، خواهش میکنم. به من رحم کن در موقع مرگم، در موقعی که غم و حسرت وجودمو میگیره. ابکی لذیق لحظی، گریه میکنم برا تنگی قبر و لحدم. دیدید یه وری آدمو میخوابونن سمت راست، بعد یکی میره یه مقدار خاکا رو میذاره زیر سر میت، یه مقدار خاکا رو میریزه آروم رو صورتش. یعنی دیدی، حرف اینه، دیدی بینید به خاک مالیده شد. اینقدرم غرور واویلا. هل أنت العهد الذي كان عليه من شهادة الله إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمد صلى الله عليه وسلم غفر لعنة وحشتي. ففي القبر وحدتي وزادي جد خاج من تنابي ضرر. أبكي لظالم يا نور کجا میره؟ منو تنها نذار. من از تنهایی میترسم. تو رو خدا صبر کنی، منو تنها نذاری.
وحشتناک که زیاد جاده غریبی. به من رحم کن اون ساعتی که وحشت قلب منو میگیره زبانم بند میاد هرچی صدا میزنن من رد من لال شدم نمیتونم جواب بدم. معبود من خدای یگانه بی همتاست. اوست خدای یکتا که غیر او خدای نیست، که دانای نهان آشکار عالم است و بخشنده و مهربان در حق بندگان. پیغمبر تو کیست؟ پیامبر من محمد ابن عبدالله است. مولای من علی ابن ابی طالب است. تو کیستی؟ آرام باش که من دوست و رفیق تو هستم. دوست من؟ اگر واقعا دوست منی پس در این خطرات مرا همراهی کن. متاسفم. همان روزهایی که تو در دنیا با من بودی من اینجا با تو هم و کمکت میکنم. تو سفر مهم و خطرناکی در پیش داری. خیلی مواظب باش. من میروم اما خیلی زود برمیگردم. خدا حافظ. تمام اعضایش را بو بکشید. خدای من چی میخواد بکند؟ باید خود را به خواب بزنم تا نفهمد من بیدارم. دستهایش را بو بکشید. تمام اعضایش را بو بکشید. آنچه که از ریز و درشت انجام داده است همه را ثبت کنید. قلبش را بو بکشید. زبانش را بو بکشید. گوشه سفرش را درون کوره پشتیش بگذارید تا با خود ببرد. نامه عملش را به گردنش آویزان کنید تا در آخر کار و روز حساب از آن استفاده شود. چنان تو را در این آهنهای هفت جوش بفشارید که تمام استخوان‌هایت خرد شود و اولین شیری که از مادر خورده‌ای از استخوان‌هایت بیرون بزند. برخیز که تمام دردها
نهایت برطرف شد. من توشه سفر تو را کم میبینم. چاره نیست، باید چند جمعه اینجا معطل باشی. شاید از طرف دوستانت چیزی برایت برسد. من میروم تا گذرنامه عبور را از سلطان دنیا و دین بگیرم. اگر از طرف دوستان و خانواده‌ات خبری نشد، شب جمعه نزد خانواده‌ات برو تا شاید طلب رحمت و مغفرت کنند. دریغا حاصل عمرم برآمده، همای بختم اینک خواب است. هزاران خرمنی که گرد کردم، زبان آتش و رنج و عذاب است. ظاهرا که هیچ خبری نیست. فکر میکنم مرا فراموش کردم. باید به صورت پرنده به خانه‌ام بروم. شاید خانواده‌ام این شب جمعه برایم چیزی بفرستند. چرا یک فقیر هم در بین آنها نیست؟ معلوم می شود به فکر آبروی خودشان هستند، نه من. میهمانانم ظاهرا به خاطر خوردن آمدند، چون حتی یک قطره اشک هم برای امام حسین در چنین مجلسی ریخته نشد. پسرم هم که گریه می کند به خاطر خودش که بی سرپرست شده گریه می کند. چقدر صحنه دردناکی است. باید برگردم چون کسی به فکر من نیست. سلام هادی. علیکم السلام. این سیب ها از کجا آمده است؟ بنده خدایی از اینجا عبور میکرد. وقتی به قبر تو رسید برای تو فاتحه‌ای خواند که خاصیت نقدی آن این سیب هاست که میبینی. خدا او را رحمت کند که به موقع آورد. حالا فهمیدم که چقدر اعمال ما در دنیا برای اموات مؤثر و مشکل کش است. اما ما در دنیا به سهلنگاری از آن می‌گذشتیم. دوست من، خبری برایت دارم که وقتی بشنوی از خوشحالی بال در میآوری. به من خبر دادند که حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام به سفارش پدرش علی ابن ابی طالب و چند تن از امامزادگان و بزرگانی که در نماز شب برایشان دعا می‌کردی و یا بر سر مزار آنها رفته فاتحه‌ای خواندی، شنیدند که سفر آخرت در پیش گرفتی. در این لحظات حساس می‌خواهند به دیدارت بیایند. خدایا منو این قابلیت، منو این سعادت بیا نگار آشنا، شب غمم سحر مرا به نوکری خود شهات مفتخر. بیا
آن که در جلو ایستاده است حضرت ابوالفضل العباس است و حبیب ابن مظاهر و دیگران هم هستند. این دیدار فقط به خاطر دلگرمی و تشویق تو است. کمک و دادرسی آنها از شیعیان در آخر کار است. آنها آمدند تا تو از رستگاری خیش مایوس نشوی و برای حرکت دلگرم شوی. تا لحظاتی دیگر باید از مراحل سختی بگذری، مراحلی که برای گناهکاران سخت طاقت فرساست. منو تنها نذاری، رو دلم پا نذاری، منو تنها نذاری، رو دلم پا نذاری. وقت رفتن آقا جون، نوکر تو جا نذاری، جا نذاری. دوست من، باید خود را برای حرکت آماده کنی و نیاز به توشه بیشتری داری. من دوباره نزد خانوادم نمی روم. اگرچه به اسم من کارهایی می کنن، اما من از خیرخواهی آنها مایوسم و رفتن من جز اینکه بر غصه و اندوه من بیفزاید هیچ سودی نخواهد داشت. من جلوتر از تو به منزل 4 می روم، شما هم بعد از من حرکت کن. در منزل 4 یکدیگر را خواهیم دید. اما هادی، من میخواهم با تو باشم. در دنیا این 3 سال من با تو نبودم و این کوتاهی از جانب خود تو است. خودت را سرزنش کن. الهی به امید تو. خیلی میترسم. یک کاش رفیقی داشتم تا مرا همراهی میکرد. خدا را شکر بالاخره یکی دارد میآید. از رفقا نمیگذارم که آب خوش از گلویت پایین برود. سا علیکم. کجا میخواهید بروید؟ هر جا تو بروی. حالا بگو اسمت چیست؟ اسمم جهالت است و شغلم فاسد کردن و فتنه‌گری است. و تو هم، هی و تو هم. من تشنه شدم. در این نزدیکی ها آب هست؟ نمیدانم. پس تو چه میدانی؟ همینقدر میدانم که همچو سایه از اول عمر همراه تو بودم و از تو جدایی ندارم مگر اینکه خداوند به تو توفیقی دهد که از من جدا شوی. گیر عجب دشمنی افتادم. خدایا رحمی کن.
میروی تو بروی. اگر در وسط جاده حرکت کنی این جانوران آسیبی به تو نمیرسانند. با آنکه زمین ته دره همواره است، اما من دوست دارم از بالای کوه برم. فکرت درست است. هوای پایین دره دلگیر است. علاوه بر آن از بالا بهتر میتوانیم اطراف را تماشا کنیم. آری. درست است، برویم. بدبخت نمیداند این تصمیم او به خاطر این است که در جوانی طالب بلند پروازی بوده است. نمیداند چه بلایی بر سرش میآید. ای ملون، در این بلندی عجب تماشا و سیاحتی کرده بودیم. ای کاش از ته دره رفته بودیم. هر کس که تکبر بورزد خداوند او را فرو میگذارد و هر کس که برتری طلبد خداوند بینی او را به خاک میماند. شما اینها را خوانده اید و عمل نکردید، پس تمام بلاها حقتان است. بهتر است که از ته دره برویم. ای هادی، کجایی که حال مرا ببینی؟ بعد از اینکه تو در دنیا مردود شده ای، از دست عادی تو چه برمی آید؟ الحمدلله زخمای بدنم خوب شده است. سلام علیکم. و علیکم السلام. در راه بر تو چه گذشت؟ الحمدلله اگر بدی هم بود با دیدن شما رفت شد، اما چند نفری از من عقب ماندن و سیاهانشان آنها را نگه داشتند. البته سیاه من هم خیلی مرا وسوسه میکرد، اما من به لطف حق گوش به حرفش ندادم و از من عقب افتاد. انشالله دیگر به من نمیرسن. متاسفانه آنها از ما دست بردار نیستند و در منازل بعدی شاید با ما بجنگند. ما بدون اسلحه چگونه با آنها بجنگیم؟ اگر در دنیا اسلحه آماده کرده باشیم حتما در منازل بعدی به دست ما خواهد رسید، اما اگر سلاح آماده نکرده باشیم نمیدانم چه اتفاقی برای ما خواهد افتاد. الحمدلله.
الحمد لله رب العالمین. برویم استراحت کنیم، صبح زود باید حرکت کنیم. اینجا شهر محبت است و آنهایی که در محبت اهل بیت علیهم السلام به سرحد عشق رسیده‌اند اینجا منزل می‌کنند. دوستی علی علیه السلام حسنه است که هیچ گناهی نمی‌تواند به آن زیان برساند. حتما سیاه دوباره به سراغم خواهد آمد. باید مواظب باشم دوباره گولش را نخورم. صبر کن، کجا می روی؟ راه از این طرف است، برگرد. بیا. روش و رستگاری من در مخالفت کردن با اوست، پس مستقیم می روم. چرا به حرفم گوش نمی دهد؟ برگرد. خدا لعنتت کند، چرا به حرفم گوش نمی دهی؟ آبادی ظاهرا این منزل 4 است. هادی هم به من قول داد که در این منزل او را ببینم، پس باید عجله کنم. پس هادی کجاست؟ هادی دردم از یار است و درمان نیزم، دل فدای او شد و جان نیزم. دردم از یار است و درمان نیزم، دل فدای او شد و جان نیزم. چون سرآمد دولت شب‌های بس بگذرد دوران هجران نیز هم، بگذرد دوران هجران نیز هم. امیدوارم که بر تو سخت نگذشته باشم. خدا را در همه حال شاکرم. خطراتی هم که بود از طرف جهالت بود که در واقع از ناحیه خودم بود. وقتی تو را دیدم تمام قصه هایم برطرف شد. دوست من، خطر هنوز رفع نشده و درست بعد از این عذابهای شدیدتری خواهد بود که غالبا انسان را به هلاکت میکشاند. وسایلی که میتوانی با آن بعد از این از خود دفاع کنی فقط عصا و سپری خواهد بود و این کم است. امشب که شب جمعه است نزد خانوادت برو، شاید به یاد تو خیراتی از آنها سر بزند.
و اسباب امنیت تو در این مسافرت بیشتر شود. ای هادی، من از آنها مایوسم، چون آنها بیشتر به مسائل شخصی خودشان نگاه میکنند، علل خصوص که زنده ها مرده های خود را زود فراموش میکنند و دل سرد میشوند. در هر صورت همکنون برخیز و برو، که معمولاً با رفتن تو یادی از تو می شود. امید از خداوند عزیز این رفتن تو را سبب قرار دهد تا از تو یادی شود. باشه، می روم. خدا پدرتان را بیامرزد. در زمان حیاتش خیلی راحت بودیم، هیچ وقت بچه ها گرسنه نمیخوابیدن. خدا بیامرزدش. یعنی چه؟ اینها چرا بعضشون این گونه است؟ زمان حیات من آنها خیلی احترام داشتن، اما اکنون خبری نیست، کسی به یاد آنها نیست. ظاهرا امور معاش آنها نیز مختل شده. بچه ها چقدر ژولیده و پشمرده شدن. خدایا بر اینها و بر من رحم کن. این اسب از کجا آمده است؟ عیالت این را برای تو فرستاده است و این رحمت حق است که به صورت اسب در آمده. و بهترین چیز در این منازل برای جلوگیری از پیاده روی که خیلی سخت است اسب می باشد. دعای تو نیز در حق آنها مستجاب شده است و آنها از این به بعد در رفاه و آسایش به سر می برند. ببین رفتن تو چقدر باعث خیر شده است. خود را آماده کن که وقت رفتن است. گفتی به کجا می روی آخر ز برم، هر جا که روی باز گرفتار منی. خیلی دقت کن. از این به بعد هر لحظه امکان دارد ناگهان وارد سرزمینی از عذاب شوی و این همان مسیری است که تو در دنیا طی کردی. افسار اسب را محکم بگیر و با یاد و نام خدا در مسیر مستقیم حرکت کن. مبادا به این طرف آن طرف جاده بروی که برای نجات تو از دست من کاری ساخته نیست.
دنیا کجاست؟ این گاوان خرن دیگر که هستن؟ به زمین دیگری از زمین شهوت رسیدیم و اینها شکم پرستان و تن پرورانی هستند که با مال حلال خود شکمان خیش را سیر می کردند و به جز تن پروری فکر دیگری نداشتند. به همین دلیل به شکل خر و گاو و گوسفند نشان می دهند. اما آنهایی که در سمت چپ به شکل خوک و خرس هستند در تن پروری خود بیباک بودند و فرقی میان مال حلال و مال حرام، مال خود و مال مردم نمی دیدند و اینها سخت در عذابند. سریعتر حرکت کنیم تا از آنها دور شویم. خوشا به حالت، تو در دنیا سخت مراقب غذایی که به خانه می آوردی بودی تا با حرام مخلوط نشود و در وقت غذا خوردن هم به فکر شکم پروری نبودی، لذا خیلی راحت از این سرزمین خارج شدی. اگر غیر از این بود سالیان دراز فقط در همین زمین شهوت گرفتار می شدی. اینها گوش کنندگان غیبتند که گاهی از دهان و گوشهاشان آتش بیرون میزنند. از آنها دور شو. در این چاه دیگر چه کسانی هستند؟ اینها کسانی هستند که مؤمنین را مسخره میکردند و لب و دهان برای آنها کج میکردند و چشم و ابرویشان را برای آنها بالا میانداختند. از حساب خود خبردار نمی شدم. ای کاش مرگ کارها تمام می کرد. مال من به درد من نخورد. این چرکا به غذای ما گناهکاراست. هیچ غذای دیگری به ما نمی دهد. هر چقدر از این چرکابه میخوریم باز هم گرسنه‌ایم. وای خدایا گرسنه‌ام، سوختم. زن در دنیا به مسائل شرعی توجهی نمی‌کرد و موی سرش را به نامحرم نشان میداد و بدنش را برای نامحرمان آرایش میکرد. خدا از او نگذرد که چه جوانهایی را به انحراف کشاند و آنها را به عذاب خدا گرفتار کرد. هر بار که با درد و رنج میسوزند و پود میشوند پوستی تازه و عذابی دوباره دارند و لحظه ای آرامش ندارند. رباخواران این گونه کیفر می شوند. روزی 1000 بار آرزوی مرگ می کنند اما نه مرگی دارند تا راحت شوند و نه آسایشی. اینها کسانی هستند که نسبت به مسائل دینی بی تفاوت بودند و انجام واجبات برایشان چندان اهمیت نداشت. نمازشان را ضایع می کردند و دستورات خدا را نادیده می گرفتند. وای بر آنها که چه بد با خدا معامله کردند. ای کاش مادرشان هرگز آنها را نزاییده بود. کسانی که برای خوشگذرانی شراب می نوشند، ای کاش لحظه ای دوستانشان را اینجا مشاهده می کردند و می دیدند که خداوند چگونه وعده‌اش را عملی ساخته است.
هوا چرا تاریک شده است؟ خدایا دیگه چه کسی هستن؟ این چه سرزمینی است؟ این چه جانورانی هستند که از دیدن آنها و بوی تحول و کثافتشان دل آدم به هم می‌خورد و نفس قطع می‌شود؟ کمکم کنید! زمین شهوت است و اینها زناکارانند. از راه بیرون نروی که گرفتار میشوی. خدا رحمت کند عیالم را که اسب را برایم فرستاد. به خدا راست گفتند که هر کس ازدواج کند نصف دین خود را حفظ می‌کند و درباره نصف دیگر آن باید از خدا بترسد. آخ خدای من وحدم خجل بندگی آوردم شرم گر بگذارد. اینها کسانی هستند که در دنیا به خاطر گناهانی که انجام داده‌اند از صراط مستقیم خارج شدند و در لجن و کثافات گناه خود دست و پا میزنند و هیچ دادرسی ندارند، چون در دنیا بارها به آنها تذکر داده بودند اما گوش شنوا. گوشهایشان به خاطر زیادی گناه و معصیت کر شده بود و چیزی نمیشنیدند. حقیقت را میدیدند اما باور نمیکردند و این سرنوشت آنهاست و در بدترین شرایط لب به اعتراض نمیگشایند، زیرا در دنیا حجت بر آنها تمام شده بود و میدانند این تجسم اعمال ناشایست خودشان است. از تشنگی دارم هلاک میشوم. هادی چه باید بکنی؟ چون در دنیا آب تقوا به خود کم رسانده ای، اینجا دچار مشکل شده ای. از اسب پیاده شو. اینجا دیگر اسب نیازی نیست، پیاده می رویم. به جلوی راه نگاه کن، چه میبینی؟ چرا آن باغها آتش گرفته است؟ از آن کیست؟ آن باغها و بوستانها از ذکرها و تسبیح مؤمنی ساخته شده است و حالا آن مؤمن دچار دروغ و تهمتی و یا لغویاتی شده است و آنها به صورت آتشی در آمده و خوبیها و باغهای او را به آتش کشیده است و صاحب آن درختان اگر ایمان مستحکمی می داشت البته به این باغها و بوستانها اهمیت می داد و چنین آتشی نمی فرستاد و وقتی به آنجا برسد می فهمد که عجب کاری کرده است و آن وقت است که دود حسرت از نهادش بیرون می آید ولی حسرت سودی نخواهد داشت. از خطرات گذشتی مؤمن. اینجا اول سرزمین وادی السلام است که مؤمنین بعد از طی منازل به آن وارد می شوند و این یکی از کوچکترین پاداشی است
که خداوند به مؤمنین وعده داده است. پس از این که مجوز عبور را که از سلطان دنیا و دین گرفته بودیم به آنها نشان دهیم، تو وارد سرزمین وادی السلام می شوی که این سرزمین جز سلامت و پاکی و صداقت نیست. به تو تبریک می گویم که بهشت را در دنیا نادیده خریدار شدی. مجوز عبور. گرچه نکردم جز جفا، از تو ندیدم جز وفا، راضی مشو بار دگر من جا بمانم ای خدا، ای مهربان و یا رحیم یا ربی یا رب حق مصطفی